او را ما نکشتیم. کارت دیگه خلاص شد اویگار. صبر کن. کارایی را که کردی فکر کردی که پوت میمونه سگ بیشرف. تو را زنده دفن میکنم. صبر کن. گفتم صبر کن. صبر کن. ما او را نکشتیم. صبر کن. هرچی که میخوایی میکنم. کاکایم یک راز درباره تو گفته بود. با او زار دادن. پیش از گفتن مرد. ما میفهمم که راز او چی است. اگر تو مرا نکشی باز برات میگم که بیادرت کیست. علی اگه به خاطر که از دستم نجات پیدا کنی برم دروغ بگویی. دروغ نیست. کاکایم به ما گفته بود. کلی چیزا برای ما گفته بود. میگم که میفهمم. کاکایت برات چی گفت؟ کاکایت برات چی گفت؟ بیادرم کی از زود شو برم بگو. هر چیزی را که میفهمی دانه دانه برم بگو. درست است میگم. اما اگر بگویم باز مرا خونه میکشینی. تو در وضعیت نیستی که کت ما معامله کنی. حال هر چیزی را که میفهمی برم میگی. گپ بزن. درست است میگم. درست است. صبر کن میگم. قسمی که تو فکر میکنی بیادرت هیچ دور نیست. شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. کاکای تو اینه چیزا برام گفته بود. بگو بیادرم کی است؟ درست است. بیادر تو. علی شما ده اینجا چی میکنیم؟ از وقت کوکسال کشته شد در تعقیبی آدم بودیم. کل مکالمات و تماسش تعقیب میکردم. منتظری بودم که اگه اشتباه کنه. علی کسره که میپالیدین همی است. با اسلحه که کوکسال کشته بود گیرش کردم. 54 مرکز میشنوی؟ باقی شبم ابان. نمیشه. پیش از او یگان گفتنی برام داره. چی شده؟ میخوای چی بگویی؟ ای که بیادرم کی است؟ ای که کجا است؟ کلش دانه میفهمه. علی ما نمیفهمیم اما ای از کجا بفهمه؟ نه که بگه پاش باور کردی؟ کاکاش برش گفته. حالا بگو برم بیادرم کی است و کجاست؟ حالا بگو چی را میفهمی؟ برش بگو. من هیچ چیزی نمیفهمم. به خاطر که تو کدام کاری نکنی بازم مجبور شدم. یعنی دروغ گفتم.
تو حالا برام دروغ میگی. گفتی که میفهمم. گفتی که میفهمم بیادرم کی است. گفتی که میفهمم، حالا چرا نمیگی؟ نمیفهمم واقعا. به خاطر که مرا نکشی برای دروغ گفتم. دروغ میگی. گفتی کاکایم برام گفته. با بار آخر پرسان میکنم، بیادرم کجاست؟ بیادرم کی است؟ درست است. کاکای میفهمید. مام اون وقت میفهمیدم که تو یک بیادر داری علی. از کاکایم پرسان کردم اما بریم نگفت. هیچ چیزی هم بریم نگفت. گفت معلومات قدرت است. گفت اگه بفهمی باز وقت به علیهش استادگی میکنی. بگو کی است؟ بگو کی است؟ نمیفهمم احمق. علی نمیفهمم دیگه. علاج کن. هوش کنی تا گپ نزدم مانیم نشی. علی تو چی میکنی؟ نکی آدم هم میکشی ها؟ راه حلش همی است. گوش کن، این میخواید تو را از نقطه ضعفت ضربه بزنه. بانش دیگه دقیقش نشو. میگیرین ایره در موتر ببرین. کار خوبه کدی علی. جلوه خدا میبینه. حالا تو پیش بچه تو را دیگه ایشه به ما بان. پنجاه و چهار مرکز 54 مرکز میشنوی؟ بندی نمیشم. نه مرا بندی نمیتونن. طرف راست برو. پنجاه و چهار مرکز میشنوی؟ پایین شو. چی شده؟ چرا در اینجا استاد کردین؟ گپ نزن برو. کجا؟ تو مرا کجا میبری؟ قرارم شو گپ نزن. گفتم نه که کجا میری، مرا کجا میبری بیشرف؟ میخواین چی کنین؟ جواب بده. زود جواب بده. چی گپ است؟ مرا از دست علی نجات دادی نه؟ نه که حالی تو میخوایی مرا بکشی؟ یک دقیقه تو چی میکنی؟ مرا کشته نمیتونی. این کار کردن نمیتونی. اگر فکر میکنی که مرا بکشی و راحت بوده میتونی، اشتباه میکنی. برات خود میگم نه؟ تمام اوراق پیشم است. کلش پات کردیم. اگر با ما کدام کاری کنی، علی از کل چیز خبر میشه. با خوبی برات میگم نکو. این کارا نکو. با نجات دادن ما بهترین کار کردی آقا کرد. راه فرار نداری اویگار. مستقیم به زندان میری. ما هیچ وقت به زندان مندان نمیرم. برات خود گفتم نه. مرا باید که نجات بدی. اگر مرا چیز شوه باز هر دوی ما از بین میریم. ای که بیادرم کی است برام بگه. علی ما نمیفهمیم اما ای از کجا بفهمه؟ نه که بگه پایش باور کردی. تو هم کدام چیز پت میکنه آقا کرد. فعلا خود نمیفهمم اما به زودی پیدایش میکنم. زندانی میشی. با یک مدت زندانی میشی.
با زود آزاد میشی. اگه تو ریلا کنم باز فکر میکنی علی پشت تو ریلا میکنه؟ احمق نشو. زندانی شدن تو حتمی از به خاطر که علی سر ما شک نکنه. دیگه انتخاب نداری. یا خود قبول میکنی یا قسمی که گفتی هر دوی ما از بین میریم. علی خلاص شد همو تو نیست. از کابوس اویگار خلاص شدیم نی؟ خلاص شدیم سفدا، خلاص شدیم. اویگار زندانی میشه و دیگه هیچ وقت آزاد نمیشه. یعنی از اویگار احمق نجات پیدا کردیم نی؟ بار دیگه در بین ما آمدن نمیتونه همو تو نیست. نه سفدایم، آمدن نمیتونه. نه اویگار و نه کسی دیگه. هیچ کس بین ما آمدن نمیتونه. هیچ کس نی؟ نوبت ما است. برنج زیاد بنداز. بیادر گفتم نوبت ما است. ما را گفتی؟ بله تو را گفتم. نیکی ما آدم نیستیم. در نوبت ما است محله. خدایا صبر بده. تو بنداز. بیادر بیبی این کارت به احترامی است. گفتی به احترامی است. احمق چقدر وقت میشه که اینجا هستی؟ یه احترام یاد نگرفتی؟ برات یاد بتم. حالا گم شو. حالا پاش احمق. تو کت ما چه قسم گپ میزنی؟ احمق. تو کی را احمق میگی؟ اینو بگی. تو کی را احمق میگی باچه؟ کی را میگی؟ اینو بگی بخو. بگی احمق. بازا پیشوریم نیا یگانه میکشمت. اعلام کو. که تو اویگار به خاطر طلاق گرفتن به تمام شده نتانستیم به همین خاطر طول کشید. اما زیاد طول کشید. او آدم قاتل پدرم است. چطور اجازه میدین که با هم خانم شوهر باشیم؟ خانم صبر داشته باشین، محکمیش نزدیک است. همی که حکم صادر شده از هم جدا میشین. چرا قسم سهل میکنی؟ کتما میخواهی دو نیمه یک سیب باشیم دویگو؟ بله. خب ما چی وقت به خانه خود خریداری خواد کردیم؟
رومی و مرچا میخواستم بگیرم، لطفاً بتین. درست وقتی دستش همراه با او صدایی که از طرف یارم آمد دنیای ما ساختم. رومی مرچ و بادنجان سیاه، رومی و مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه. کاش که حس درون ما واضح برات بیان کردم میتونستم. مثل دیوانه عاشق هستم، کاش که برات گفتم میتونستم. او لحظه ای که چشم به چشم شدم گویا یک دفعه زبانم بند افتاد، گپ زدن نتونستم. در مقابلت همه چیزم از بین رفت. رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه. همه چیز به من خالی معلوم می شد وقتی من تو را محکم در آغوشم گرفتم. کل دنیای من ساخته شد. رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی و مرچ و بادنجان سیاه. کل چیز به من خالی معلوم میشه. من تو را داغوشم میگیرم. خدا داد تو چی میکنی؟ رومی و مرچ و بادنجان سیاه. خدا داد چی میکنی؟ آهنگ میخوانم. تو هم بخوانی با هم یک جای میخوانیم. مثل دویگو خواهر پیلوت بیادر با هم میخوانیم. حالا دیگه نه تو به تنهایی بخوان، من میرم. خدا داد. به یک لحظه کل دنیایم تاریک شد. رومی و مرچ و بادنجان سیام رفت. زیاد منتظر ماندمت علی. انتظار کشیدن به خاطر تو زیباست. به خاطر که میفهمم بالاخره به تو میرسم. بیا. خب کت وکیل گپ زدی؟ تا وقتی که گناه اویگار ثابت نشه قاضی ما را طلاق نمیده علی. ثابت میشه سیفدا. او آدم از زندان آزاد نمیشه. تشویش نکن. برآمده نمیتونه، همون تو نیست. نه برآمده نمیتونه. خب علی جان چطور شد؟ خوب است. که تو بودم. هیچ چیز باقی نمانده. ماشاءالله کاملا خوب است. خوب است، 1000 بار شکر. آی سرم از زیاد ناوقت شد علی. صبر کن. آی کم ناوقت بروده چی گپ است؟ نه نمیشه. بیازو به خاطر گفتم که وکیل ملاقات دارم برام اجازه دادن. اگه نه بد میشه. آی درست است. اگه کم ناوقت بری برات مشکل ایجاد میکنه سیفدا. رئیس میگی؟ نه او زیاد آدمه. ایره خو میفهمی که مجبور نیستی گرسونی کنی سیفدا. به خاطر که زیاد خسته میشی. در این موضوع نمیشه زیاد سر فشار نبیاری علی. من خودم زیاد خوش هستم. درست است، اما میتونی یک کار بهتر برات پیدا کنی. بیازو یک کار بهتری نمیکنم. کوشش میکنم بدونی که محتاج کسی باشم سر پای خودم استاد شوم. 1000 بار شکر. حالا بخی که ناوقت شد. درست است. حالا بریم. بیا که تو رو برسونم. بریم. نصر گرفته بودم. با خود گفتم وقت کلی جان خوب شد باز در طفل یتیمه از سر تا پا کلامه پوشانم. دختر قندم باید هر چی زودتری کار بکنم. نواسیم خوب شده اما وضعیت دخترم انوزام خوب به نظر نمیرسه. اوف مادر. چی اوف مادر؟ به خاطر که امرای علی جنگ کردی یه قسم هستی نه دخترم؟ با غرورم صدمه میرسم مادر. من نمیخوایم که او دختره ببینه. هر کاریم میکنم مانی شده نمیتونم. در او صورت باز میبینیم. علی میخوایم همراه رئیس معرفی شوی، درست است؟ به نظرم حال ضرور نیست سیفدا. حالا که تو اینجا آمدین دل من اشکنان، لطفاً تشویش تو هم رفت میشه که من در پیش چی قسم یک انسان کار میکنم. هستم به تشویش خواستم. خب سعیس اما چی گفتم معرفی ما میکنی؟ دوست پسرم. دوست پسرت؟ بله
مگه من دوست دخترتون نیستم؟ حتی صبر کن، نامزدم گفتم معرفیت میکنم. بالاخره به هم دیگه وعده دادیم که دیگه هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشیم. حالا یک آدم خوب است، کتش که معرفی شوی ازش خوشت میایه. اینه اینجاست. آقا اورهان بیا. سلام. خوش آمدین. ای آقای محترم کی است دخترم؟ دوست پسریم، یعنی نامزدیم. علی اوروغلو رئیس ماقا اورهان هستن. مشرف شدم آقا. مام خانم سیفدا شما به خاطر چی آمدین؟ اینه که وقت آمدم. واقعا معذرت میخوایم، متوجه نیستم. وعده میدم دیگه تکرار نمیشه. وعده میدم. نه من به شما امروز رخصت داده بودم. از او خاطر گفتم اگه نبینین خانم های فرینج کمکم میکنه. من نشنیده بودم. معذرت میخوایم. بسیار زیاد تشکر. دزم زنده باشی. خواهش میکنم. ببین تو هم ناخور خطا میشی سفدا. کمی هموته شد. حالا که آمدیم که خانم های فر کمی کمک میکنم. تو هم چند دقیقه منتظر باش. درست است؟ صحیح است. خوب است. ما و قالی با هم یک قهوه مزه‌دار میخوریم. اما تو نیست؟ خوب بشه قارهان. در این صورت براتون قهوه میارم. مهربونی. اشتباه از تو است. بعد از اینکه پیوند استخوان داده شد نباید طفله به اون نشان میدادی. علی جان، کاکا علی گفته میرفت. من چی میکردم مادر؟ در ضمن علی یک روزم از شفاخانه بیرون نبرامد. از شفاخانه نبرامده بود اما از او دخترام جدا نشد. منظورتان چی است مادر؟ پدر او دختر بچه تا کشته. بچه تو علی را با وجود که علی میفهمید از او دختر منصرف نشد. من علی را دوست دارم مادر. نکو وزلم، نکو دخترم. از او آدم برات خیر نمیرسه. یک دفعه به علی جان فکر کو. مادر، علی زندگی گذشته را به کلی اعلا کده، سلا را اعلا کده، از تمام کارهای گذشته توبه کده، به خود یک زندگی ساده و کاملا پاک ساخته. قسمه که من میخواستم مادر جان، باور کو همه قسم است. اما از سفدا منصرف نمیشه. اما خواهد شد. باید منصرف شوه. اجازه نمیتونم رای دختر قاتل بچیم کدام خانوادی نوه تشکیل بدن. از همه بیشتر میخوایم که پدر علی جان شوه. با من خانوادیم بسیار مهم هستن مادر. هنوز نمیفهمم تو نیست؟ نه کاکا نمیفهمه. اگه بفهمه باز قیامت جور میکنه. اما از دانت نبرای هوش کنی که برش نگویی. نه نمیگم. دقیقا قسمی که گم زده بودیم خبر نداره. با تشویش نباش. ده اینجا کاملا ده امن است. میفهمم کاکا. اگه نمیفهمیدم باز اینجا روانش میکردم. زنده باشی کاکا. ما تصمیم ما گرفتیم مادر. میدانه با او دختر اعلان نمی کنم. در او صورت فکر کردی که چی باید بکنی دخترم؟ در صورت که او از بازی منصرف نمیشه، اما بازی را به یک شیوه دیگه پیش میبرم مادر. ببین، اگه پدرت مرا منصرف بسازه، اگه تو را به من نته، از امیال برات گفته باشم باید یگان پلان دیگه بسنجم. یعنی مجبور میشم که تو را باید اختطاف کنم. این چه قسم منصرف شدن از احساسات است؟ من از احساسات منصرف نمیشم. هیچ وقتم نشده. آف پیلوت اشتباه در کردی. یعنی در صورتی که مثل شهزاده پاک معصوم شدی، باز چطور یک دفعی بر حزنا تبدیل شدی پیلوت؟ منظورتی است که من حق به جانب نیستم ها؟ حق به جانب نیستم. پدر چند ماه است که میگه بیا خواستگاری کو، وقتی میایم منصرف میشه. قبول نمیکنم. چی شده آقا پیلوت؟ اگه منتظر باشی کدام چیزت کم میشه؟ وقت پدر دختر شوی باز میفهمی.
تو چی گفتی؟ پدر دختر شم؟ والله خداوند قبول کنه. آمین. انشالله که یک دختر مقبول مثل تو چشم آبی باشه. آی ما اوف، تو گپ از کجا به کجا میبری؟ منظورمو نبود. خیلی چی میگی؟ چشم آبی من. آی من میگم که میگن دختر خانه ناز خانه است. باید منتظر باشی که پدرم خانه شوه. کم درکو دیگه چی میشه؟ او مرا درک کنه. میگم عاشقش هستم. میگم دوستش دارم. چقدر خوب شد نه الهان جان. مثل چندین سال پیش بازم یک جای هستیم. بیخی مثل یک خانواده ماشاءالله. طبعا بسیار خوب است. بله تو چی کار میکنی جوهر؟ حالا وسایل برقی مفروشی؟ از او قدم بالاتر رفتیم الهان جان. در دکان شیر بچیم ذخیره مانده. خدا را شکر کارا خوب پیش میره. یگان آرزوی ممی است که بچه یک دانیم به خیر عروسی کنه. حال متقاعد شدیم میخوایم که نواسدار شوم الهان جان. راستی دختر شما چی شد؟ کاکا علیان دیگه خمیه یعنی؟ امکان داره که نیایه بچه میایه دیگه. بله بیایه و با ما قهوه جور کنه. بله خوب است والله. بیایه جور کنه. البته طبعا اصل گفتم که ما براتان قهوه جور میکنم اما شما نخواستین. از دست او چای بسیار مزه میده. با شما زحمت میشه. میخوریم در او صورت ما براتان چای تازه میارم. به زحمت میشین. نه خواهش میکنم. بله ما میرم کتش کمک میکنم. با اجازه تان. صاحب اجازه هستین الهان جان. های خدای توبه. دیوانه میشم دیوانه. علی هان جان اینا چی میگن به لیاز خدا؟ چی میگن؟ یعنی چی میگن؟ کاملا واضح است که به دیدن خواستگاری دخترم آمدن، فقط که تو متوجه نشدی. جانم تو کدام چیز واضح و آشکار نیست. با تو اما تو معلوم شده. نه آقا هیچ به من تو معلوم نشده، اما ما میفهمم که چرا یک قسم شد. ما همسایه بودیم، چند سال بعد همراه یکی دیگر روبرو شدیم. او دوی گم از که دوست دوران طفولیتش بود همراهش خوب رویه کرد. کاملا واضح است که اشتباه درک کردن. براشون روی دادیم از او خاطر. شای بس مشنون تو. اگه مشنون بشنون علی هان. های دوی گو پیلوت به خریداری رفتن. حالا اگه اونا با هم یک جای بیاین چی؟ پیلوت اگه این حرکت چاکلیت و گل ببینه چی خاطر چی کنیم برام بگو. دیگه چی گپ است؟ فقط از پیلوت میترسیم اوزان. ببین قانون همی است. میدال یک دختر 1000 نفر میخواه یک نفر میبرش. فهمیدی؟ اوف توبه. اوف. های کاش که میتونستم این لحظه را توقف بدم. دقیقا همین منظره را. چرا؟ چی شده ایجاره؟ دیگه چی شو علی؟ تو بیبی یک دفعه روبروی هم دیگه نشستیم، باز با هم هستیم. ما از اینکه باز با هم یک جای شویم هیچ فکرش نمیکردم. راستش بگم حتی امیدم نداشتم. حتی فکر اینم نمیکردم که طرفم دیگه یک قسم با عشق ببینی. کل اتفاقات بعد دانه گذشتن سیفده. دیگه درباره چیزا فکر نکن، درست است؟ چی کنم؟ بدون فکر کردنم خود نمیشنی؟ برام قسم معلوم میشه که فقط باز دوباره من از پیشت میگیرن. چی بفهمم؟ هر ثانیه و هر لحظه ایده که با هم تیر کردیم میخوایم اونا رو دوباره تجربه کنم.
تجربه میکنیم. ببین از این بعد همیشه همراه تو یک جای میباشم. تنها خواست و کوششم خنداندن ای چهره مقبولت خواد بود سفته. تا آخرین لحظه عمرم با هم یک جای میباشیم. خوش میباشیم، باور کن. من در کنار تو از هر دقیقی که میگذره از هر لحظه او قدر خوش هستم که پرسان نکن. هیچ نیاز نیست که کدام کاریم کنی، چون مکت تو زیاد خوش هستم علی. خب تو خود میگفتی که مثل گرگ گشنه هستی. نانت سرد شد بخور دیگه. ها میخورم ببین. مزه‌دارترین برگری است که تا حالا خوردیم. چطور قسم شد؟ چطور قسم شد؟ نیکی کورستی و نمیبینی؟ مرا در اینجا از بین میبرن. چطور امکان داره؟ که تو مدیر گپ زده بودیم. مدیر زندان نیست، مدیر محکمه است. آیگار ما با محکوم ها کار کردن نمیتونیم. نامونا در سرشان است. بیاز و محکوم است. آقا کرد، ما دیگه ایشه نمیفهمم. مرا زودتر از اینجا بیرون کو. گفتی تحمل کو، مام تحمل کردم. دیگه تا چی وقت تحمل کنم؟ تو به خاطر گفتن نمیگم من اینجا خواستی. میگم که میمورم نیک نمیبینی. هر چی که میکنی بکو، مقصد زود مرا از اینجا بیرون کو. گپا دراز نکو. تا اصل تو گپا دراز میکنی آقا کرد. به روز محکمه نزدیک شده میرم، اما ما تا هنوزم در زندان هستم. آزاد میشه، منتظر باش. منتظر نمی باشم، حتی یک روزم منتظر نمی باشم. یا قسمی که با هم معامله کرده بوده مرا از این زندان بیرون میکشی، یا میرم با علی کلی چیزا دانه دانه میگم. انتخاب به دست خودت است. محافظ! مرا مورد سویگار ساختین. با هیچ شکل پیدا نتونستین که اوراق کجا پد کده. هر جایی که امکان داشت دیدیم آقا. نه به سار و نه به دیگه نفرایش داده. اویگار ما را زیادتر از این بازی داده نمیتونه. با جز از این که او را بکشیم دیگه چاره نداریم. علی چطور؟ هر زمان که حقیقت بفهمه و به خاطر سپرسان کردن پیش ما بیایه، از او کده ترجیح میتم که به خاطر آزاد شدن اویگار سرم شک کنه. علی چقدر خوب کردیم که آمدیم نی؟ از اینکه روز رخصتیم در این روز برابر شد زیاد خوب شد نی؟ تو اینجا بیا بشین. چرا؟ بیا تو بیا یک بار. سعیس خب اینجا آمدم. نه دیگه یه آدم مرگ میطلبه. تو هم اینجا منتظر باش. کی مرگ میطلبه؟ تو یک دفعه اینجا ببچیم. چی رسال داری بیاقل؟ چی رسال داری؟ ما شما را خیال دیگه نفر کردم، از او خاطر سایل میکنم. علی تو چی میکنی؟ تو علی اروغلو هستی نه؟ ماری هستم، دا پرورشگاه. با یاد داری؟ امو ماری دراز. ماری دراز. البته او تو هستی. بیاده بغلم بچیم. آی بسیار میبخشی بیادر، وقت او قسم سایل میکدی کم هیجانی شدم. ما مطمئن نبودم، بسیار میبخشین. سلام ینگه. سلام. پیر شده ما قدر تغییر نکردیم که نشناختی اروغلو ها؟ از پرورشگاه تا حاله بسیار وقت تیر شده. ده قدر سالا هر کسی تغییر میکنه. بله.
مری بهترین دوست دوران طفولیتم هست. یم سفداست. خو خیلی تو خوش شدم. ما هم خوش شدم. خب تو اینجا چی میکنی؟ بیا همراه ما بشی. بیا بریم. بشی برو بشی بیادر بشی. چرا خنده میکنی؟ چی شده؟ هیچ. بسیار به ناز انداختیم. هگاستان است، بیا بندم. نه. خوبش، اما شانس بود. به خاطر که میگن مقبوله خوش شانس میباشن. تو هم بسیار مقبول هستی. از این خاطر است دیگه. اگه فکر میکنی که با این لطفایت از من نجات پیدا کنه میتونی پس اشتباه کردی. کسی که میبازه باید بر نان دعوت کنه. به صورت عموم دعوت کردن یک دختر در شان من نیست جانم. اما تو بردی. درست است، تو میکنی. یعنی که تو میبازی. خنده کو. اوه اقدر گوش نشدیم که هیچ پرسان نکن. سعیز بنان دعوتت میکنم. تو هم چک بالنگی کردی به خدا. دای کار ماستر برآمدی. بیا جان. سلیمان چطور؟ او را پیدا کرده تانستی چطور؟ نه، تا حالم از پالیدنش منصرف نشدیم، اما حتی یک کوچکترین نشانم پیدا نتونستم. ده اصل من یگان چیز شنیده بودم، اما به خاطر که من موبایل نداشتم از او خاطر نتونستم به تو خبر بدم. چی را شنیده بودی؟ یک روز با یک جوانه که در کارهای خلاف دست میزد مصاحبه کردم. وقتی او بچه فهمید که ما در پرورشگاه کلان شدیم، با ما گفت که یک نفر دیگر هم در پرورشگاه میشناسه. در طفولیت فرار کرده یکی از به نام سلیمان. یعنی او از کجا میشناخت؟ سلیمان کجا بوده؟ بعد از اینکه سلیمان فرار کرد یک نفر به نام ارنیکو را پیش خود گرفت. ارنیکو گفتی؟ بله، او یک مافیای خطرناک است. سلیمان پیش خود گرفته کلانش کرده. در هر کارش او را شریک می ساخت. تو چی میگی مری؟ چطور یک چیز امکان داره؟ علی چی شده؟ سلیمان بیادر من نفره ارنیکو بوده مترس. یک چیز امکان نداره. مری بگو آدم دیگه چی گفت؟ کلش همه قدر بود علی، بیشتر از این دیگه چیز نمیفهمید. از این گپ چقدر وقت تیر شده؟ 7-8 سال تیر شده. خب بعدش سلیمان از پیش ارنیکو جدا شده یا نه؟ گفتم نه، او هم بیشتر از این چیز نمیفهمید. بیازو بعدش مام آدرس و بچه را گم کردم، اما از این که جدا شدن نمیفهمم. گفته بود او بچه وعده خلافی نمیکنه. امکان نداره. این راست بوده نمیتونه. نمیفهمم علی، شاید او بچه گپ جور کرده باشه یا کدام گپ دیگه. امکان داره کدام سلیمان دیگه باشه. علی یکی از به نام سلیمان گفت وعده خلافی نمیکنه. ارنیکو را پیش خود گرفته و کلانش کرده. ارنیکو
بچه مرا کشتم مری. چی؟ کتی بیادرم، کتی سلیمان یک جای شده آمدن بچه مرا کشتن. رسیدیم دیگه. اگه میخوایی برم هبته، من خودم میبرم. های ای دستای ظریفت اقدر سنگینی را چو تو خواد برد. مقبولم. من تا بالا میبرمش، مشکل نیست. حالا سایس خدا کنه بعد از عروسی ما قسم باشی انشالله. تغییر خو نمیکنی نی؟ بیبی اگر تغییر میکنی ازم یالا بگو که بفهمم. نه دیگه. تغییر چی؟ تو هنوز مرا نشناختی، فهمیدی؟ باز میبینیم. براستی که میبینیم. باز ببین پدرت گپ دراز کرده. باز شروع نکو بس است؟ نه تو مرا هر چی زودتر خواد دیدی مقبول ترینم. ببینه که من باز تغییر میکنم یا نمیکنم. باز وقت خواد دیدی. یعنی میفهمی لبخندت بسیار دوست داشتنی است. یعنی کسی یک لبخند قدر دوست داشته میتونه؟ حالا بریم. سایس آی او روزا چی روزای خوبی بود نه علی هان جان؟ روزای خوبم خواه داشتیم نه؟ بله خانم عزیزم. سلام علیکم دوستانی عزیز و مهاجران دور از وطن. برادر عزیز چقدر گفتیم برای شما در اینستاگرام یک اینترنت مگزین نو با نام فست شاپ روک شدیم که در اون سایت شما میتوانید بهترین سر و لباس‌های ترکی رو هم زنانه هم مردانه رو با صفت عالی دسترس نمایید. برای زکات کردن سر و لباس‌ها و پویافزال‌ها شما میتوانید با سیلکی که در کامنتری هست در اون یا که در اینستاگرام در پایین نویسید فست شاپ مینوس پایین رو در اومده تمام لباس‌ها خودتان رو انتخاب کنید. در صفحه با تمام شهرهای روسیه به پول از خونه زکات کرده شما میتوانید صاحب لباس‌های خودتان شوید. ما آمدیم. خوش آمدین دخترم. ده اینجا چی گپ هست؟ نه که اینا به خواستگاری دویگو آمدن. خوش آمدی دختر مقبولم. خدا راحت بساز و با ما قهوه جور کن. ما هم سر موضوع اصلی بیاییم مموتو نیست آقا جوهر. خدایا تو برم صبر بته. بله میاییم البته میه. من که تو باز کار دارم. مادر اینجا چی گپ است؟ چیزی نیست دخترم. کاکا جوهر به دیدن ما آمدن بس همقه. عجیب است. چی ضرورت بود که باید به دیدنتان بیام؟ سودا در دستتان مانده در آشپزخانه بانینش. پیلوت در او صورت ما حال میرم. میگن نه که میمانی باید کوتاه باشه. بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. اینا رو به ما بتین بچم. زنده باشی زنده باشی. روزتان خوش. ای بچه کی است؟ شاگرد میوه فروش است. من قهوه ساده میخورم دخترم. درست است، میارم. اوه بچه خندم ماشاءالله بسیار خوشبخت هستی. بچه مقبولم. لوده تو باز قوارش ببین. این چاکلیت و گل گرفتنشان با سیل کو. اگه ما او چاکلیت و گل دادان تختانه کدم باز بیبی. پیش عجلت آمدی بچم. پیش عجلت آمدی لعنتی. نیکو سلیمان پیش خود گرفته کلانش کرده. ده هر کارشان او را شریک می ساخت.
علی بیادرم نگو که دشمن جانی خودم بوده. سیفدا های ما وقتی که انتقام بچه ما میگرفتم بیادر من. نه 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 امکان نداره، امکان نداره. خداوندا چی میشه مرا با امتحان نکن. خداوند امتحان نکن. علی لطفاً تو نکن، آرام باش لطفاً. چطور میتونم آرام باشم سیفدا؟ اگه نفهمیده بیادرم من کشته باشم چی؟ پشتو بیادرم که چندین سال است میگردم اگه او را کشته باشم چی؟ نه تو قاتل ماتل بیادرت نیستی علی. نه علی طرف ما ببین. من با تمام وجودم باور دارم که بیادرت هیچ نمرده. بیادرت زنده است. لطفاً فکر بد نکن بلیاز خدا. من باید هر چیز زودتر خوا کرد پیدا کنم. با خوا کرد گپ زده باید از این گپ مطمئن شم. سعیس بریم گپ بزن، باز تو هم خود دیدی. حالا چی؟ من فقط او میخورم. چرا؟ ببینی زیاد چیزای مزه‌دار است. بعد از او بازی که باختم فقط او مرا آرام ساخته میتونه. او به هست خیر خلاص. اگر میخوایی یک چیز میگیریم با هم یک جای میخوریمش. یک قسم میشه؟ میشه، چرا نمیشه عزیزم؟ لودا براین دیگه چی میکنین در داخل قدیر شیشتین؟ براین که براتان نشان بتم یک نان چند فطیر است. کسی که سر دوی گوی من چشم دختر خدا و راستی اگه چشمش همه تو بلوقی کده نکشم. بسیار خوشم همت مادر. ای مسد قد شام بچه. بیا نمانند بیا شما چطور خوشتان آمد یعنی؟ اگرچه به تو رسیده نمیتونم اما بازم خوب بود. بچم تو کالای سفید پوشیدی نه؟ به ایمانا که کفنت پوشیدی. دویگو جانم نمی باشم. میشه کم آرام باشی؟ ایلاش کو گناهی گل چی از دیگه؟ ولی از خدا ایره ایلاکو دخترم ایلاکو. اینجا چی گپ است ها؟ بله پدر، شما بگو اینجا چی گپ است؟ اونا به خاطر چی آمده بودن؟ تو از چه وقت حساب پرسان کردن شروع کردی از ما دختر؟ انگشتر پیلوت ده انگشتم است. چندین ماه در پشت دروازه ما منتظرمان به خاطر که به خواستگاری بیایه. پس شما چطور اینا رو قبول میکنین؟ دخترم ببین با بالله که ما از این خبر نداشتیم که به خاطر نیت خواستگاری آمدن. یعنی وقتی تو دفتر آمدن ما فکر کردیم به خاطر مهمانی آمدن. واقعا اگه تو میفهمیدیم به نظرت اجازه میدادیم دخترم. سعیس گپ خوب است. پس شما برین به پیلوت حساب بتین. حساب مهمانه ده که به خانه میایه به هیچ کس نمیتم. هر کس حدشو بفهمه. اوف مادر دیگره به من میگیره نه؟ صبر کو، چرا عجله داری؟ این کارایی تو دفتر نمیشه. دختر خانه ناز خانه است بچیم. از تو کده جوان کاکا پیدا کنه میتونه بچه مو دختر بر تو میگیره. راست میگه؟ در صورت خیلی دیگره به من میگیره دیگه. چی میگی که یک دفعه خاله رانایشان بریم جوهر؟ گفته بودم وقتی که آمدم بدیدنش میرم. سیز بریم یک گلاس چایشان بخوریم. حالا دیگه بریم. پدر جان خیمه در دکان میرم. چطور؟ سیز جان پدر حالا تو به کارت برس. بریم زنکه. لوده را برو را، ما قبرکن هستم. را برو. او بیادر جان یک دقیقه اینجا بیا، کارت دارم. حالا بیا آفرین اینجا استاد شو.
شاگرد میوه فروش؟ شاگرد میوه فروش. خوب گوش کو برای چی میگم. با تو ایتی یک کینو بفروشم که نگو. لودا! بچه من نامزاد دویگاه هستم، فهمیدی؟ اگه طرف دویگاه با زیر چشمم سیل کنی من میفهمی چی میکنم؟ کسی که طرف او چپم سیل کنه چشمشو میکشم. خوب گپای مرا در گوشای جای بته. اوه من گپای تا خوب صحیح فهمیدم بیادر جان. بچه نه که تو عقلت از دست دادی ها؟ تو بسیار لوده مالک میشی ها؟ بچه من چی میگم تو چی میگی؟ کی را میگم یال کشول؟ به من میگی بیادر؟ تو را میگم از دویگو دور میباشی، فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. مواری آدم چی میگن ایرا میفهمی؟ کار خواد کدوم که در تمام عمر پشیمان خواد شدی، فهمیدی؟ چی شده بچه؟ چی شد ایرا؟ تو را چی شد؟ تو را میگم بچه میخو براستی زوف کرد. بچه لوده وقتی قطر سو بودی باز چرا پشت دویگو را گرفتی او یال کشال ها؟ لوده میفهمی ده حقیقت چی میکنم؟ دلم میخواه که اینمو تو از گلونت بگیرم اینم اینجا خفکت کنم. ترسو دویگو جان حالا دیگه دروازه را واس کو. ببین ما را ناراحت نساز. گپ من گوش کو. ببین پدرت هم زیاد جگر خون است، اما تو نیست علیحان. حالا دیگه یک چیزی بگو. مادر ایره در مغزتان جایی بتین. من با آدمه که دوستش ندارم عروسی نمیکنم. هرچی که میخواین بکنین، هرچقدر که تالش میتین بتین. بچه تو را میگم میشنوی صدای من؟ تو را میگم به خاطر که نظرمت خود تمثیل نمی کنی نه؟ بخز گفتم. پیلوت بیادر چی شده؟ چیزی نشده بچه، یه بیعقل زوف کده دیگه کدام گپی نیست. خیلی من میرم سوپرمارکت. بچم تو سوپرمارکت چی میکنی؟ کلونیا میارم تا که به هوش بیایه. بچم بیا از اوی بچه خودش کلونیا بوی میته. اگر لایتر آتش بگیره دستم میسوزانه. تو پشت چیزی نگرد. خیلی من از سوپرمارکت چی بگیرم؟ هیچ چیزی نگی خدا داد، هیچ چیزی نگی. تو حالا از او طرفش بگی ایره باید بلند کنیم ببریم. اوه کرتی و پدلونیش بیبی کلش چطر شده مثل دامادا ریشی پوشیده. تو چی گفتی لوده ها؟ داماد چی بچه؟ تو زوف کن لعنتی. بخز صبر کن استاد آفرین. بیادر میخوای مرا لط کنی؟ بچم تو یک ترسو آدم هستی، کجای تو را لط کنی؟ لودگک ها؟ کجا شوقش ماندی به ما که بزنیمت؟ طرف ما سل کن، طرف ما ببی. من دیگه تو را حتی در 500 کیلومتری دویگوام نباید ببینم. فهمیدی گپ ما سایس بیادر. حالا میری به خانوادت میگی که دویگو خواهره دنیا و آخرتم است. فهمیدی گپا؟ فهمیدی دیگه نه؟ فهمیدم. برشان میگی که من دویگو را هیچ وقت به او چشم ندیدم. فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدم گفتم. آفرین، گوشایت صحیح واس کن. از اتفاق امروز هیچ کسی نباید خبر شود. گپا فهمیدی لوده؟ سایس بیادر. آفرین. حالا دیگه بچیم کالایشم چتل شد. را برو گفتم. سایس میر زیاد چتل شده. خداحافظ. تو به خاطر کالایش جگر خون شدی؟ زیاد چتل شده بود کالایش، از او خاطر گفتم سفید کننده برش ببرم. خوش آمدی علی. انشالله خیرت باشه. در ارتباط با بیادره یک چیز نو فهمیدیم. پس تو است. چطور فهمیدی؟ ایره فهمیدیم که کتر نیکو کار میکنه. چی؟
ارنیکو گفتی؟ بله. بعد از اینکه از یتیم خانه فرار کرده در پیش ارنیکو رفته. این از کجا خبر شدی علی؟ از یک دوست دوره پرورشگاهیم خبر شدم. از یک دوستم که هم مره و هم سلیمانم مشناسه آقا کرد. اصل سوال ای است که تو چرا ایره نمیفهمی آقا کرد؟ چون که هر کسی گفت با تو گفته برات معلومات غلط داد علی. اگر سلیمان پیش ارنیکو کار میکرد ما ایره 100% میفهمیدم. سلیمان پیش او آدم پس چی میکرد؟ ببین آقا کرد، از ای که بیادرم او روز در اونجا نبوده باید از این مطمئن شوم. به خاطر که اگه تو کدام اشتباهی کنی، اگه همراه ارنیکو و نفرایش بیادر من یک جای با دستای خود کشته باشم، خدا هرگز بخشیده نمیتونم. تنها خود من نه، تو رام نمیبخشم. بچم به من نمیگه که این روز بیا دخترم خواستگاری کو، باز مردم میگه مهربانی کو بیا خواستگاری. تو خوب سعی کوی پدرشه. بچه امروی من کسی کار میکنه؟ پدر ای بیادر تو چرا قدر فکر میکنی ها؟ مگه مو دختر عاشق تو نیست؟ خب آن که بیاین. های بالاخره همه قسم میشودت، اما من نمیخوایم کدام کشیدگی پیدا شوه. میخوایم او دختر از خانه پدرش در لباس عروس برایه. آی هرچی که میشه بان که شوه پیلوت. تو هم دیگه به خود بیا بیادر. در وقت آخر تو احساس میکنم که تو را هیچ نمیشناسم. ودت تو چی میگی ها؟ چی گفتم میری؟ من چی میگم تو چی میگی؟ باز شروع نکو بچیم. به خدای جوسله تا ندارم. پیلوت چی؟ تو دیگه هیچ وقت دست سالاره نمیگیری، اما ترس نی بیادر. اما تو گفتم نی بچیم. گفتم بدویگو وعده دادم. پس وعده را که با ما دادی نی چی خود شد؟ گریان نمیکنیم. گریان نمیکنم. پیش از انتقام پدرم هیچ وقت گریان نمیکنم. وعده را که با هم دادیم فراموش کردی پیلوت؟ وعده را که به خاطر پیدا کردن قاتل پدرم برام وعده داده بودی چی وقت عملی میکنی؟ وقتی او آدمی را پیدا کنیم که ارنیکو را کشته بود وقتی در چشمایش سل کنی نه؟ او را میکشی یا نمیکشی؟ بگو بیادر. با تو ثابت میکنم که بیادرت اونجا نبوده و دوره. هر کس که پیش ارنیکو کار میکرد یکی یکی لسته نام کلشانه برات پیدا میکنم. اگه پیدا کنی خوب میشه. پیدا میکنم. تو ایره خود فهمیدی که سلیمان در اونجا نبوده و تو هم قاتل بیادرت نشدی علی. علی آقا کرد چی گفت؟ درباره بیادرت کدام چیز میفهمید؟ با هم دیگه چی گفتین؟ بعداً باز برات میگم سفدا. خوش آمدین. خوش باشی جانم. چطور هستی علی بیادر؟ زنده باشی زینب جان. خوب هستم. تو چطور هستی؟ ما هم خوب هستم. پیش پدرم آمده بودین؟ بله. کدام کمک از دست ما میشه؟ نه زنده باشی جانم. خداحافظ. خداحافظ. خاله خیریه؟ خاله خیریه چی شده؟ کدام گپ است تو را چی شده؟ از صبح تا حالا پشت وظیفه میگردم، به خود هیچ یک وظیفه صحیح پیدا نکردم.
آی پس از همین خاطر است که شما هر روز صبح وقت از خانه مبرین. چی کنم توکچه؟ من دیگه طاقت کده نمیتونم. کل اتفاقاتی که افتیده و تیر شده، کل چیز به من دیگه بسیار سخت تمام میشه. با تو هم بار اضافی شدیم، خواهش میکنم ما را ببخش. آی این چه قسم گپ از خاله خیریه؟ ات یک چیز امکان داره؟ یعنی میفهمین بیازو کرایه را 7 میپردازه، شما هم نان پخته میکنین به من کمک میشین. دست لگه شما برین من چی خواد کردم. زنده باشی توکچه. سینان خانه نمیایه. مادرم هم تحمل کردن نمیتونه که در خانه توکچه باشیم. پولین هم که بعد اسمیاری معلوم داره است. میفهمی خوب کفایت نمیکنه که به خود یک خانه نو بگیریم. سیفدا با ما اجازه نمیدی که کمکت کنم؟ علی ما باید خود ما یاد بگیریم که سر پای خود ما استاد شویم نی؟ اگر زیر باری مشکلات برایم باز میتونیم از نو یک خانواده شویم. درست است، درکت میکنم، اما این قسم بیچاره دیدن تو هم مرا زیاد جگرخون میسازه. جگرخون نشو، من موفق میشم. هم خودمو هم خانواده ما دوباره سر پای استاد میکنم. درست است؟ بسیار خوب. خب دیگه میرم که مادرم به تشویش میشه. شبت خوش. درست است. خداحافظ. علی لطفاً مثبت فکر کن، نمان که فکرهای منفی سر تو سیر بد کنن. درست است؟ گوش کن، بچه‌ت حتما پیشت میه بخیر، بیا درتون پیدا میکنی. البته مرام به دست میاری. در این صورت من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. دروازه را باز نمیکنه. زد کده دروازه را باز نمیکنه. کت ما گپ نمیزنه علی هان جان. گپ میزنه میدال، اگه گپ نزنه باز چی میکنه؟ بلی آز خدا. های علی هان جان، قسم راحت بودن تو هم مرا میکشه. بله بفرمایین. ها سلام. البته مشنوم. چی گفته؟ گفته در دنیا و آخرت خواهرم باشه؟ بعد دویگو گفته؟ فهمیدم. نه خواهر جان، استغفرالله، بخشش چی؟ نه البته درک میکنم، میفهمم. درست است، هیچ گپ نیست. درست است. البته خدا حافظتان. حالا دیگه پناهتان با خدا. چی شده علی هان جان؟ چی گفت ورد؟ فقط که نفهمیدی که چی گفت. یک بار دیگه تو بگو جانم، چی شده؟ زکی گفته که بعد از این دویگو در دنیا و آخرت خواهرم باشه. ها بیا چی کردی پیلوت؟ انشالله با او طریقای سابقت که حلش نکده باشی. بیبی اگه پدرم بشنوه باز. نه تو تشویش نکو. من به یک شکل دوستانه فهماندمش. ای که چقدر دوست دارم گفتم. درباره عشق ما برش گفتم. یعنی او بچه زیاد جوان مرد بچه بود. کل چیز درک کرد دیگه. میگی خو، اما مطمئن هستی که قسم گپ زدی؟ دویگو بلی از خدا، ما چی وقت به تو دروغ گفتیم بان دیگه. بشنو چی میگم. پایین بیا، میخوایم متعجب بسازمت. آمده نمیتونم، باید خوشم، زیاد خسته است. حالا دیگه. آی خدایا. شب بخیر آقا پیلوت. شب بخیر. ازگی؟ تو در این وقت شب در بیرون چی کار داری؟ با وقت چه ارتباط داره؟ و دیگه ای که مجبور نیستم به تو حسابی بودم. راستش به سرگرمی که در کنار سایل است میاین؟ ها
بله بله مام بیازو میخواستم دویگو را در اونجا دعوت کنم. ها بله مرا دعوت میکرد دیگه ای که اتوال رفته میتونی ما همیالا آماده شده میایم. ها درست است بیا میایم صبر کن. ایزگی چی گپ از خدا داد؟ چیزی نیست. وقت تو را دیدم باز گفتم بیایم. پیلوت بیادر بسیار خوب شد که تو آمدی. راست میگی؟ کاملا. اگنی دویگو به سختی می آمد. حالا بریم دیگه. کجا میرین؟ به سرگرمی؟ ما امرایتون بریم؟ تو کجا میری ایزگی؟ نه که میخوای کت ما بری؟ از خود کاروبار نداری چطور؟ راست میگن ما میخوایم تنها بریم. خود درست است اما هم کت خدا داد یک جای میم. دست ما گرفت. با هم یک جای میریم نه؟ خداوندا خواهش میکنم گپ سیف در راست شوه و بیادرم زنده باشه. علی جان؟ کاکا علی متعجب شدی؟ تو خوش شدی که ما آمدیم؟ امکان داره که خوش نشم. بسیار زیاد خوش شدم. حالا دیگه داخل برو. حالا برو بچیم. مادر جان چی گپ است؟ چی مشکل دارین؟ از روزی که آمدین پیشانیتان تر شد. نه که تو در قصه مستی که مرا چی شده ها؟ تو برو که علی جان چکر بزن. چکر زدن چی مادر؟ نه که نمیبینن چقدر کار میکنم. فقط امروز رخصت گرفته بودم همه قدر. شاید به می خاطر اعصابتان خراب شده باشه. همو تو نیست؟ چرا خراب نشه؟ پدرت به خاطر امو آدم مرد و تو هنوزم پیش او آدم هستی و از او جدا نمیشی. پدرم به خاطر که عذاب وجدان خود کم بسازه خودت در مقابل سپر ساخت. چی میشه شما هم کمی به وجدانتون گوش بدید مادر. حالا دیگه از گناهکار فکر کردن علی منصرف شوین. هنوزم از او دفاع میکنی. هر چیزی که سر ما آمده به خاطر او عشق تو بوده. پدر من عشق من نکشت مادر. پدر من به خاطر خودخواهی و حماقت اویگار احمق مرد. تو خدا فریب داده برو. فریب بده. اما بیبی پدرت نیست. تک و تنها ماندیم، بی کس و بی کوی ماندیم. مگه ای دخترم نمی بود باز یک سقفم بالای سر خود نمی داشتیم. اینجا آمدیم خودم مثل پناهنده در خانه‌اش انداختیم. آی خاله خیریه ای دیگه چه قسم گپ است؟ مادر جانم براتون میگم که کار میکنم. بسیار زود خانه میگیرم. چرا گپ نمیشنوین؟ چرا کم صبر نمیکنین؟ قربانتون شوم مادر. پولو که تو به دست میاری خانه را خوبان مرغان چام گرفتن نمیتونی. خب میخواین چی کنم ها؟ من بیشتر از چی کنم مادر؟ به خاطر که بتونیم با عزت و غرور زندگی کنیم با تمام قدرت کار میکنم. کمه به خود بیا. با کار کردن چیز تغییر نمیکنه. حقیقت ها را بیبی. شما میخواین چی بگوین؟ ها؟ این در خانه اویگار آرام بودیم، آرام زندگی میکردیم، لذت میبردیم. میخواین همین رو برام بگوین؟
این دختر شما در مقابل چشمای شما هر روز میمرده که نمیدیدین مادر. قالی خیسته با ما درباره به خود آمدن بس میکنین؟ نه که من میخواستم امیره برد بگویم. نه صورت خیلی میخواستین چی برام بگوین؟ سیفدا جانم نکو ببین مادرت امروز زیاد خسته شده بود. سیفدا صبر کو. اوف ای دیگه چی است؟ یگان خواندن مست بانین یا ایره تغییر بتین. بخی دلم زفت که کتی خواندن. توی خدا داده بیبی. خدا داد. پیلوت بیادر ایزگی میبینه. از رقصم خوشش آمد. بچه بفهمم فقط که تجربه داشته باشم. به نظر من سیل میکنه. تو هم یک کده که دیگه رقص کنی. من رقص مقصیات ندارم، تو ادامه بده. بیا بگو. میخوایم بشنو مظلم. با گفتن هر چیز که آمدی بگو. ما زیاد فکر کردم علی. حق تلفیه که به تو کردیم. ای که بچه ما را ازت پد کردم چقدر یک اشتباهی کلان بود. ما بعد از این دیگه نمیخوایم به علی جان دروغ بگویم. با او باید حقیقت بگویم. باید بفهمه که پدرش کی است. بسیار خوب. حالت چی شده مظلم؟ مادرت، روانشناسا، ترست، تهدیدات، دشمنای من اگه اونا بفهمن که من یک بچه دارم
از ای که به او کدام ضرر برسانن گفته بودی میترسی. حالا چی شد عوضلم؟ چی تغییر کرده؟ درست است که چیز تغییر نکده علی. اگر ترس ما یک طرف نمیموندم باز حال اینجا نمی بودم. درست است قبول میکنم. ای که کوشش کردم بچه ما از تو دور نگاه کنم اشتباه کردم. بسیار خوش شدم که فهمیدی. خب ده ای باره فکر کردی که به او چه قسم بگوییم؟ از بین بردن یک دروغ از ادامه دادن او کده بسیار سخت است. بله حق به جانب استی. میفهمم که هیچ آسان نیست. با وجود که او پدر داشت بازم بدون پدر کلانش کردم. نمیفهمم که مرا میبخشی یا نه، اما بیشتر از این دیگر نمیخوایم خودخواهی کنم. امشب ده همینجا میباشم. صبح صبح باز مکتیش گپ میزنم. کتی تو زیاد عادت کده علی. تو را زیاد دوستم دارم. تو حق به جانب بودی. این کار نباید میکردم، اما این کار خودم حل میکنم. کاکا علی گفتی با هم بازی میکنیم. بازی میکنیم علی جان؟ منتظر تو بودم. چی بازی کنیم؟ بازی فایره. آی بازی دل خواهیم، اما راننده من میباشم. بریم. دوباره یک جای میشیم علی. تو ما و بچه ما یک خانواده خوش میباشیم. آفرینش والا. بسیار عالی بود بیادر. والا آفرینش. آفرین آفرین. های رقصت بسیار عالی بود. فوق العاده بود. بسیار عالی آفرینت بود. به خدا. موفق هستی. ما تا حالا قسم یک رقص ندیده بودم. مرا خو خوشم آمد. آی بیادر تو چی کردی؟ بسیار یک دانس مقبول کردی. بسیار مقبول. آی بسیار شیرین استی. باش که کتی تو یک عکس بگیرم. جانم میشه که کمی او طرف شوی؟ با تو چه غرض؟ خدا داد تو به دختر چیزی نمیگی ها؟ چی بگویم برش ایزگی؟ آی فقط خوردمش. خوب است دیگه ما میرم. حالا دیگه وقتتون خوش. ایزگی تو حسادت کردی نه؟ ای دیگه چه قسم گپ است؟ خدا داد یک دقیقه مرا آرام باش. ده اصل اگه ای قسم رقص و ای گپا را جدی بگیری باز حتما یاد میگیری. بیبی اگه یک قسم سرمرش خندی کده بری به خدا میرم از اینجا. درست است درست است. خب به خاطر چی شد؟ خدا داد وقتی او قسم کرد باز یعنی نخواستم که او تنها بانه دیگه. از او خاطر مام رفتم امروش یک جای. مزاقه یک طرف میمونیم. به نظر من رقص تالی بود. اگه میخوای برات رقص کنم ها؟ تا صبح هیچ خوام نبرد نزلم. بله جان چه قسم بگوییم؟ خدا میفهمد چه قسم رفتار خود کرد. من زیاد هیجانی هستم. اگه عکس العمل نشان بده چی؟ یعنی راستش مام زیاد میترسم علی، اما بیشتر از این پد کردن با او حق تلفی است. دیگه ای که اگه ای گپ دگام پد کنیم باز قبول کردنش با او مشکل میشه. اگه یک بار بشنوم که مرا پدر بگویه مشنوی با ما باور کن. مادر؟ صبح خیر.
بیا بیشینه برای چای صبح تیار کردیم. بیا. جوس کلام آماده است آقای کوچک. از کجا فهمیدی که من خوش دارم؟ نمیفهمم. ما هم خوش دارم به مخاطر به تو هم جور کردم. کاکا علی چقدر زیاد با هم شباهت داریم. من میخوایم کارمندت فایه شوم، تو هم خوش داشتی. من از پیچکاری میترسم، تو هم میترسی. و علی هم جوس کلا. اما تو نیست مادر؟ بله بچیم. حالا دیگه شروع کنید. هره نوش جان. هله نوش جان. نوش جانتان. بله خانم نرمین. خانم سیفتا، وکیل آقا اویگار هرچی عاجل میخواه شما رو ببینه. فکر میکنم که طلبه توافق میکنن. اما امروز آمدنم ناممکن است. از صاحب کارم دیروز اجازه گرفته بودم. امروز به هیچ وجه آمدن نمیتونم. درکتان میکنم، اما اگه به 1 ساعت بیاین خوب میشه. به خاطر که دعوا مهم است. درست است. کوشش میکنم بیایم. روزتان بخیر. آقا اورهان. بفرما دخترم. بسیار میبخشین. دیگه چی خواستم بگویم نمیفهمم، اما یک کاری بسیار مهم پیش آمده، باید پیش وکیلم برم. میفهمم دیروز اجازه گرفتم. مگه ازتان خواهش کنم باز امروز هم برام اجازه میدین؟ البته دخترم رفته میتونیم، ما مشکل ندارم. بسیار زیاد تشکر. واقعا بسیار زیاد تشکر. بعد میتونم فردا کار امروز تلافی کنم. تشکر. زنده باشی، بخیر بری دخترم. علی جان، میشه پیش ما بیایی؟ بیا که چند دقیقه گپ بزنیم. نیکی سرم قار میشی مادر، اما ما خو شوخی نکردیم. نه بچه قندم، ما چرا سر تو قار شم ها؟ ما میخواییم از تو یک چیز پرسان کنیم. ما به تشویش هستیم. اگه یک روز پدرت دفتن در مقابلت بیایه کاملا مثل داستانا و تو را بچه خود بگویه، باز چی میکنی؟ او وقت حتما زیاد خوش میشی، همه تو نیست؟ نه. چرا بچیم؟ قسم زیاد خوب نمیشه؟ پدرت بیایه و تو را محکم در بغل بگیره و بگویه بار دیگه ایلایت نمی کنم. این گپ زیاد بیماناست. دیگه ای فقط به داستانا می باشه، به خاطر که مردا دیگه پس نمیاین. علی، راستش هیچ باور نمیکنم. انتظار نداشتم که اقسم یک عکس العمل نشان بده. تو انتظار داشتی چه قسم عکس العمل نشان بده؟ سالا به او گفتی که پدرت مرده.
در یک لحظه انتظار داشتی که عمل قبول کنه. ما ای که چقدر یک اشتباهی کلان کردیم حال درک میکنم. معذرت میخوایم، اما در وقتش حتما درش میگم و اوم قبول میکنه. بله آقا کرد، کدام چیز پیدا کردین؟ علی آمد. کدام چیز پیدا کرده تونستی؟ کلش اینجاست علی. تمامشان دانه دانه با کل شجرهشان لست گرفتیم. خب چیز قابل ترس نیست. دو وقت پیش هر نیکو حتی هیچ کسه با سن سال بیادر تو کار نکده بود. خداوندا هزار بار شکر. علی، یک چیز دیگه هم است که میخوایم برات بگویم. چی است؟ اویگار. گفتین عاجل بیاین، مام آمدم. واقعا چی بوده که قدر مهم است خانم؟ دیگه چی شده مام نمیفهم خانم سیفتا، اما اونایی را خواستن که شما باشین. خانم میمانایی که منتظرشون بودین آمدن. روانشان کن. یعنی چی که اویگار آزاد شد آقا کرد؟ ما با دستای خودمون را دستگیر کرده به شما تسلیم کردم. علی، او را با اسلحه‌ای که جنایت کرده بود براتون تسلیم کردم. گوش علی، او اسلحه جنایت نبود. گزارشاتی را ثابت ساخته. این چطور شده میتونه؟ قسمه که برات گفتم پدرتا من نکشتم سفدا. ماها با ناحق وقت ما در زندان سپری کردم. این دروغ میگه. تو قاتل پدر خانم لطفاً آرام باشین. چی میکنی؟ سفدا بس از دیگه آرام باشین خانم. سفدا خواهش میکنم آرام باشین. پدرم هستی، قاتل پدرم هستی. سفدا میگم آرام باش. ما چیزی نکردیم خانم عزیزم. بیاز قاتل بسیار وقت میشه که تسلیم شده. باز برام خانم عزیزم میگه، برام خانم عزیزم سفدا یک دقیقه آرام باش. ما این کار کده نمیتونم. خانم را که دوستش دارم، باز پدر او را کشته میتونم. به عشق خود خیانت کده میتونم. بگو سفدا. روزم بدون شرمیدن عشق میگه. خدا جزای تو رو بده. خدا تو را لعنت کنه. جدا میشم. من از این طلاق میگیرم. من از این آدم جدا میشم. حتی یک دقیقه نمیخوایم با یادم باشم. این کار به قدر آسانی نمیشه خانم عزیزه. به خاطر که تو را هنوزم بسیار دوست دارم سفدا. تو را هیچ وقت طلاق نمیتم. خدا میفهمه که تو را چطور آزاد کرده. در پشتو بیشرف کی است آقا کرد؟ علی، قسمه که گفتم او اسلحه را که از دستش گرفتی اسلحه جنایت نبوده. و تو هم به ای باور کردی همونطور است؟ باور کردن و نکردن هیچ مهم نیست. چیزی که درست است اوی است که فعلا اویگار آزاد است. به نظرتان باور کرد؟
یعنی که پدرت هیچ چیزی نگفت؟ چیزی نگفت دیگه. پدر او بچه زنگ زده بود، برش گفت منصرف شدیم. او بچه هم گفته دویگو خواهر دنیا و آخرتم باشه. به نظرت پدرم در مقابلشان چی باید میگفت؟ اما قدر یعنی دیگه هیچ چیزی نگفته؟ نه. میخواستی چی بگویه؟ تو میخوای از دن مگه بگیری پیلوت؟ کی؟ ما؟ نه جانم، این چی گپ است دیگه؟ بیبی میفهمی چی است؟ هر دو دریچه قلبم یک دفعه به تپیدن شروع کرد. یک دفعه بشنو بیا. بشنو یک بار. بشنو. دوک میشنوی صدایشم؟ حس کردی نه؟ وای از تو پیلوت. راست میگم دیگه. سلام. باز چی کردی ها؟ ما چی کردیم؟ هیچ ما کتی خانم دویگو چی کردیم؟ چی کردم میتونم هیچ کاری نکردیم. چی گپ شده پدر؟ تو چوب باش که تو بعدن در خانه گپ میزنم. چی گپ شده علی خان جان؟ تو با خدای دیگه چی شوه؟ پیلوت بازم کار را کده که میکده. رفته و بچه را تهدید کده که با دویگو نزدیک نشه. چی کده؟ ما چی کردیم؟ تهدید کده. علی خان جان آرام بوده میتونی؟ کی را تهدید کده؟ پیلوت زکی را تهدید کده. آقا علی خانی قسمی که شما میگین تو یک چیزی نیست، باور کنین این امکان نداره. چطور یعنی؟ تو همه قسم دخترم ازم میگیری؟ اونا را تهدید کده میگیری ها؟ با ما جواب بده، او را تهدید کدی یا نکدی؟ نکدیم. دو صورت خیلی چرا زوف کرد؟ من قسم مثل آدم های فامیدم روش گپ میزدم. وقتی من برش گفتم دویگو را دوست دارم، تو از بین ما دور شو دیگه بازو دفتن و بعد از زوف کرده هفتید همه قسم از ترس زوف کرد. بچه کلانا که گپ زد مداخله نکن. دخالت نکن خدا داد. علی خان جان یک دقیقه آرام بوده میتونی لطفاً؟ حال قلبت استاد خود شد. میرال ما در کدام زمان زندگی میکنیم بلی از خدا؟ وقت پیشت بود باز لاتشم خو میکدی؟ نه او قسم یک چیزی نیست. آقا علی خان یعنی از وقتی که به شما وعده دادیم ما هیچ تو کاری نکردیم. یعنی ما بعد از او هیچ کدام کار خلاف نکردیم. اون خدا داد شاید است. خب گپ بزنه خدا داد بگو. کاکا علیحان پیلوت بیادر اصلا او بچه را نزد. او بچه از ترس زوف کرد. کرتی و پتلونش هم چتل شده بود. به خاطر که شکر داشت. شاید شکرش پایین آمده بود. فکر میکنم تو معلوم میشد که فقط شکر داشته باشه. زیاد درازش نکن. این بار به بار آخر نجات یافتی. بیبی اگه بار دیگه اصلا تهدید ما دیده بشنوم باز دویگو را دیده نمیتونی. گفته باشم. گفت دخالت نکو. مادر بیبی خانه رسم کردیم. چقدر یک خانه مقبول. اینجا خانه کی است؟ خانه کاکا علیست. اینجا زیاد خوشت آمده؟ بله. میخوایی همینجا باشیم؟ کاکا علی اجازه میده مادر؟ اوهو اگه تو بخوایی بچه. میخوایم. تو چرا نمیخوایی که پدرت پس بیایه؟ اینه که ازش قارستی. خیرت باشه چرا آمدی؟ من به خاطر علی آمده بودم. علی در خانه نیست. خاله سفدا؟ علی جان ما بعد از اینجا می باشیم میفهمین خاله؟ خب پس تو رس؟ علی جان
حالا تو برو رسم طبقش حالا. خانم سیفدا، تو با کدام روی هنوزم میخوایی علی را ببینی ها؟ خانم اسلم گوش کنین. ده اصل تو گوش کن. تو یعنی پدر تو بچه ما کشته، یعنی پدرت یک گناهکار بسیار کلان است. ایره درک کده میتونی که ما چقدر درد کشیدیم. تو با کدام روی هنوزم میخوایی علی را ببینی ها؟ چطور هنوزم پشت او را گرفتی؟ اگه میخواین بانین که درباره علی خودش تصمیم بگیره امکان داره. سلیمان، بچه ما حاله به خاطر پدر تو در قبر است. هنوزم تو آمدی در مقابل ما گپ میزنی؟ خانم اسلم گوش کنین. من درد شما را بسیار خوب درک میکنم. در حالی که در هیچ گناه من نبود تاوانشان پرداختم. هنوزم پرداختم ایرم. اما ایره فراموش نکنین. اگه اون روز پدرم خود در مقابل علی نمینداخت، باز حاله نه بچه تان علی جان و نیام علی زنده می بود. ایره خب میفهمین می؟ ای که پدرت زندگی علی را نجات داد یعنی عیسی برابر شد همه قسم. خب سلیمان چطور؟ او فداکاری کلان پدرت تانست تو را دوباره پیش شما بیاره؟ هم بدونی که درباره علی فکر کنین. او را با درداش تراماده فرار کردین. اگر نمیفهمیدم که قدر خود خواستین. باز میگفتم که این زن واقعا عاشق علی است. به خاطر حسادتش سر ما حمله میکنه. افسوس. تو کی هستی که بخاطر یقمیتی در مورد عشق ما و علی سوال کنی ها؟ گرچه علی رام درست درک کردن نمیتونه. اگه غیرت درک کردن در خود پیدا کنین باز خوب میفهمین. به نظر من به شما هم خوب خواهد شد. علی اویگار آزاد شده. میفهمم که بیشرف از زندان آزاد شده. هیچ کار از اون لعنتی بی جواب نمیمونه سیفدا. همراهیت وعده میکنم. بیادر جان ما کار میخوایم. کاری چی بچه؟ تو فکر کردی اینجا شرکت کاریابی است چطور؟ آها بیادر باور کو زیاد ضرورت دارم. اگر نه ما اینجا هیچ وقت نمیادم. ما او کارا را الا کردیم بچه. تو مرا واقعا غلط درک کردی بیادر جان. ما اگر بمارم در او کارا دست نمیزنم. ما یک کار صحیح و سالم میخوایم. ماش زیاد میخوایم. ما باید خرچ خانواده ما بتم بیادر. بیازدگی جای برفتن هم ندارم. بیبی بچه ما کارای درست و صحیح نداریم.
تو هم کارای ما را کده نمیتونی. فهمیدی؟ اکرم ایره بیرون کن. در بین قدر کاروبار وقت ندارم به این رسیدگی کنم. حالا دیگه بیادر حالا بچیم، حالا. لطفا مرا درک کن. تو مرا درک کن لطفا. حالا به گفتم خدا بچیم، زیاد برو ضرورت دیگه. دارم بیادر لطفا. رانندگی را یاد داری؟ یاد دارم بیادر. اما میشه بگوین چقدر برام معاش میتین؟ ما پول زیاد کار دارم، باید خرچ خانواده ما بدم. نه بچه، ما قسم یک رانندگی نیست. سبا بیا باز گپ میزنیم. زنده باشی بیادر. سعی سالا دیگه زیاد روی نکن. برو دیگه بیادر. بله رئیس، او بیادر سیفداک از سینان. چند دقیقه پیش آمده بود. با ودت میگفت که برش کار بته. ودتان به خاطر کار و مسئولات میگیریش. سعید اکرم دیگه ایشم حل میکنم. بله آقا کرد. سینان همین اینجا بیا، میخوایم امروز گپ بزنم. چی شده؟ زینب کدام چیز شده؟ نه 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 نه، تو یک بار اینجا بیا. بسیار عاجل است اما. درست است میایم. برم. آقا کرد شما را روان کرده؟ تو چی میگی؟ نفهمیدم. خب بر صورت درست است، بریم. وقتی که آدم روان میکنی باز چرا زنگ میزنی آدم احمق؟ چه قسم آدم گیر آمدیم؟ نه خانم، نه. چند دفعه باید بگویم. اول باید تو مرا قانع بسازه که آدم شده، بعد از او. علی خان جان، حتی دل مرا تنگی گرفته های زیاد ناراحت شدیم. نه که نمیبینی تو از چی وقت حالا قدر سنگ دل شدی؟ پدر، ما تا امروز در مقابلتان ای چیز نگفتیم، اما تو نیست. هرچی که گفتین قبول کردیم، اما کم شما مرا درک کنین. ما و پیلوت یکی دیگه خدا دوست داریم، اما ما رفتکت دیگه کس روسی کده نمیتونم. درست است. اگر چشمای اشک برو جگر خونی دخترتان شما را خوش میسازه، اگر شما در گپ خوش میشین پدر، باز ما به گپتان احترام میمانم. ما چرا اینجا آمدیم؟ خانم محترم، در داخل یک نفر منتظر شماست. برین او را ببینین لطفاً. هم در اول باور نمیکردم، اما کل چیز برام قصه کرد. تو با قاتل پدر چطور بیادر گفته میتانی؟ چطور؟ قاتل اصلی تسلیم شده مادر. چی؟ چی؟ در کتاب جوانی من نوشته شده که باید متوجه عشقتان باشین. تو خوب هستی خدا داد؟ در قلب ما آتش یک دفعه روشن میشه. زیاد دوستت دارم. تو را از کل چیز کده بیشتر دوست دارم. سعیس، بر صورت
من زیاد عجله دارم. بسیار میبخشی. یادت نره که یک عمر منتظر ما باشی. اوف خدا داد اوف. خدا داد چی گپ است؟ کاکالیهان؟ ها؟ من عشقی که نسبت به اسکی دارم کوشش کردم مثل پیلوت بیادر برش بگویم اما نشد. من به اندازه پیلوت بیادر عاشق هستم اما فهمانده نمیتونم. یک بار فهمانده بتونم باز ایزگیام عاشق من خود شد. مثل که دویگو خواهر عاشق پیلوت شده. اما قسم توبه یارب. کاکالیهان، بله پیلوت بیادر دویگو خواهر زیاد دوست داره. من میفهمم اما قسمی که من ایزگیر دوست دارم او هم دویگو خواهر دوست داره. وقتی انسان عشق خود از دست بده زیاد جگرخون میشه. اونا را لطفا ناراحت نسازی. من باید تیر از یاد میکردم یادم رفته بیخی. بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر که سیفدار از پیشم بگیره کل ای کارا را کده. به خاطر که من را سرایش پس کنه به من دام مانده بود. اما متاسفانه قربانی حادثه آقا کوکسال بیچاره شد. روح شاد باشه. میفهمم که شما بسیار ناراحت هستین اما باور کنین ما هم به اندازه شما بسیار ناراحت هستم. هم یک انسان بسیار خوبه یعنی خسارم کوکسال از دست دادم، هم در دنیا یگانه عشقم. سیفدا با کشته شدن پدرش مرا گناهکار فکر میکنه. با من از دیگه بدتر دیگه چی بوده میتونه خانم خیریه؟ حداقل از اینکه قاتل پیدا شده به کل ما یک تسلی بوده میتونه. اما او روز کل ما خواد دیدیم. در پشت قضیه دست علی حتما است. باز خواد دیدیم. میفهمم. بله قبول دارم ما بعضی خطا کردیم اما او قدر خطا نمیکنم پدر دختر را که دوستش دارم بکشم. هرچی نباشه شما خانواده ام هستین. ما در حق شما یک بدی هم کده نمیتونم. تو هم اینجا باش. نه ما میایم. نمیخوایم با کشتن او آدم پس دستاید به خون آلوده شود. تشویش نکن سیفدا، هیچ چیز نمیشه. خب سیست در صورت سیست حالا یک جایی میریم. حالا به گپ ما باور کرده نه؟ اویگار مادر سینان شما در اینجا چی میکنین؟ آدم پست. بالاخره به خانه آمدی. اویگار تو باز چی پلان جور کردی که از زندان آزاد شدی؟ با ما توضیح بده. در اینجا تنها کسی که پلان جور میکنه فقط تو هستی. اما پلانت ناکام شد و قسمی که امیالی میبینی ما بیگناه ثابت شدم. اویگار کی تو را از زندان آزاد کرد ها؟ کی؟ دلیل. احمق. از برکت دلیلی که بود آزاد شدم. دلیل چی ها؟ دلیل تو را بیگناه ثابت نمیسازه چون تو قاتل هستی. زن بیچاره چطور در عشق قسم آدم کر و کور شدی؟ ببین با او سلایی که کوکساله کشتی چه قسم تغییرش دادی؟ با تو کی کمک کرد؟ در پشت تو کی است نمیفهمم اما خواد فهمیدم و تو را پس ده او زندان لعنتی روان میکنم. سیفدا آقا اویگار بیگناه بوده. خواد فهمیدین مادر؟ ای که ای آدم پست احمق گناهکار بوده دیر یا زود خواد فهمیدین.
10 سال سفدا خواد فامید خانم خیریه. شما تشویش نکنین. او پرده ای که چشمش پوشانده پس خواهد شد. علی را خودتان دیده نه؟ از اینکه بازیش خراب شده چطور ترسیده بود؟ در مقابل شما تمثیل میکرد. اما دیگه هرچی که کنه بیفایده است. باور کردم میتونی ها. رسما در پیش آدم پست هستن. از قاتل پدرم دفاع میکنن علی. کی میفهمه که به اونا چی دروغایی گفته؟ اما تشویش نکن. حقیقتا خواد فهمیدیم. کلگی حقیقتا خواد فهمیدن سفدا. دیگو جان دیگه قدر جگر خونی نکو. الا بروی تا یک قسم کشل نکی. بعد میکنم به خاطر قانع ساختن پدرت به یک قسم یک رایل پیدا میکنم. درست است؟ دایگو بگوین پدر. بگو امشب بیاید تو را خواستگاری کنه. چی؟ چطور یعنی؟ یک دقیقه چی گفتین؟ گفتم با پیلوت بگو که بیاید تو را خواستگاری کنه. آی پدر بسیار زیاد تشکر. جگر گوشیم جانم هستی. جانم مقبولم. به نظرم تو به پیلوت زنگ بزن. پدرت امکان داره از تصمیمش منصرف شوه. هم تو نیست؟ در او صورت خیلی به اجازه تان. آی جگر گوشیم جانم. آی علی هان جان چطور کار خوبه کردی؟ دختر ما چطور خوش شد؟ بله دویگو. بله. امشب کدام کار مهم داری پیلوت؟ دویگو ما به جز تو دیگه کدام کار مهم داشته میتونم؟ سعیس حاله آرام باش. اگه استاد سیده یک جایی بشی. چی شده دویگو؟ بیبی مرا نترسان. اگه کدام چیزی شده مستقیم بگو، مرا هیجانی نساز. اول خوب بشی. خب بگو. کت پدرم گپ زدم. خب امشب به خواستگاری آمده میتونی. چی؟ دویگو تو جدی هستی؟ بیبی شوخی موخی نکنی فهمیدی؟ نه شوخی نمیکنم. واقعا جدی هستم. 3 سال قطع میکنم. شو باز بیاد. درست است؟ منتظرت هستم. در او صورت خیسه اسم امیال مهم درست است؟ خداحافظ. پیلوت چی شده بچه؟ وداد بله دویگو الله شکرت. خدایا شکرت. میفهمی بچیم؟ میفهمی؟ آقا علی هان قبول کرده. گفته که امشب بیاین به خواستگاری. میفهمی؟ من داماد میشم بچیم. داماد میفهمی؟ داماد میشم. توبه سعیس بچیم. توبه یک دقیقه آرام باش. وای تو چقدر شوقی عروسی کردن بودی به خدا. ما حالا چی کنم؟ در او صورت یک ساعت چه قسم تیر خواهد شد؟ ها؟ بچیم در خواستگاری چی میکنن؟ یگان چیز میخورن؟ چی میخورن؟ من چی کنم بچیم بگو. نباید جا طالبت مالا. زود باش. حالا زود باش. حالا بیا دیگه. حالا نه آوردم. توبه حالا چی خواهد شد علی؟ ببین تو حالا درباره چیزا فکر نکن. خانه برو و آرام خواب شو. من کلش حل میکنم. درست است؟ برات وعده میتونم. حالا
استاد علی، استاد علی. پیلوت آقا علیهان قبول کرده، قانع شده که دخترش برای ما بته. میفهمی؟ وای زیاد خوش شدم. تبریک باشه. گفته که امشب باید به خواستگاری بیایم. بیا که بریم دیگه، حالا زود باش. بزرگا چی میگفتن؟ خداوند و پای هم پیر بسازه. آمین. اما استاد گفت که امشب بیاین. دختر که خواستگاری کنه؟ تو خواستگاری میکنی دیگه. ما یک بیادر دارم وداد، به جز تو هستی دیگه کسی را ندارم. کدام اقار بزرگایتان؟ نه استاد، قسمه که گفتم ما در زندگی دیگه کسی را ندارم. یک وداد هست دیگه ای که تو هم هستی. با ما یک بیادری کن لطفاً. ها؟ مرا تنها نمان. چی گفتی؟ فقط بیا دویگوره برم خواستگاری کن. البته که میاییم پیلوت، البته که میاییم. الله شکر. تو که هستی نه؟ تو مرد هستی. مرد هستی. این خوبی تا آخر عمر فراموش نمی کنم بیادر. تو پادشاه هستی به خدا. بیادرم هستی، میفهمی؟ تو آماده هستی؟ چرا قسم سیل میکنین؟ خوشتان نامد؟ خوشم آمد دخترم، زیاد مقبول شدی. های ماشاءالله. علی جان تو میبینینی؟ ای دختر چی وقت کلان شد که حالا به خانه بختش میره. آی ببین، آجل دختره به خانه بختش روان کردی. گفتیم خواستگاری کنن، نه گفتیم صباح عروسیشه کنن. اقدر عجله نداشته باشین با آن که خواستگاری کنن. دور بخو. اوف بسیار عالی. های حالا دیگه استاد، حالا دیگه. بچیم تا پیش از اینکه نظر آقا علیهان تغییر کنه باید استاد علی بیاید. آمد. شب بخیر. نوقت خونه کدیم نی؟ نه فکر سر وقت آمدی. خب پیلوت هیجانی هستی؟ از اینکه تا حال از دست هیجان زیاد سکته قلبی نکرده بازم شکر است. داخل بریم استاد. ها بریم. بچم چرا قسم میکنی؟ ما برد گفته بودم عاجل از زود بیا. یک سوی تفاهم شد آقا. وقت شما قطع کردین باید یک موتر پیش روی استاد کرد. ما فکر کردم نفر شما هستن. سعی زبانش قصهش نشو. گپ دراز نکو. پشت کار میگردی در جای غیر قانونی. شما ایر از کجا میفهمین؟ گوش کن سینان. اجازه دادم کمرای دخترم ببینی، اما اگر در کارهای خلاف دست بزنی من از این کارم پشیمان میسازی. و یگانه چیزی که در دنیا من ازش زیاد نفرت دارم پشیمانی است. نه خیر، من قسم میخورم فقط به خاطر یک کار خوب رفتم. من با تو یک کار صحیح پیدا میکنم. کوشش نکنی در کارهای خلاف دست بزنی. راست میگین؟ ما شما را اول غلط فکر کرده بودم، اما شما واقعا یک انسان خوب هستین. راستش من غلط بودم آقا کارت. سینان دخترم ادوز داری؟ بله. چقدر؟ بسیار زیاد. چقدر زیاد؟ از جانم کده زیادتر دوستش دارم. یعنی گپا از سر دل خونه میگی نه؟ نه اتو یک چیز نیست آقا. ما دخترتان از دل جان دوست دارم. از جانت کده بیشتر همونطور است. زینب مریض است و هم بسیار زیاد مریض. هر لحظه امکان داره قلبش استاد شوه. او دیگه سن خورد امکان داره که سکته قلبی کنه. دیگه هیچ کار از دست من نمیایه. تنها چاره‌ایشی است که باید پیوند
قلب شوا بچم. پایوند قلب گفتیم. مریم سلطان گفتن که پدرم مهمان داره. نیک سینان است. کلی اینا تیر میشه، درست است؟ خدایا او بخو دستتان درد نکنه، بسیار مزه‌دار بود. من میگم که دیگه سر اصل موضوع بیم. چطور؟ بله. دلیل آمدن ما به اینجا واضح است. به امر خداوند و قول پیامبر بزرگ ما دخترتان دویگوره به بیادر ما پیلوت خواستگاری میکنیم. اولادا به تفاهم رسیدن. نظر به ای که به تفاهم رسیدن یعنی ای که به مشوره ما ضرورت نداشتن. حالا که تصمیم عروسی در بین آمد، به خاطر که بد نباشه خواستن از ما مشوره بگیرن. علی هان جان باندگه یعنی حال وقت شوخی خو نیست، والا قلب اولادا ایستاده میشه. ها بس است دیگه، بس است. سایز دیگه. سایز گفت یعنی قبول است؟ با تو صحیح نیست. یعنی نیست. یک دقیقه راموش پیلوت. آی بچیم، یک دقیقه نماندین کمی گپم خلاص شوه. کاکلی هان شما بفرمایید. بله اولادا معرفی شدن، به تفاهم رسیدن. در او صورت ما فقط برشان آرزوی خوشبختی میکنیم. دادم خلاص شد. گفت دادم الله قبول کردیم. بچیم درم کردی. دستتانو بتیم. تبریک باشه. خوشبخت شوین جانم. زنده باشی. حالا دیگه جانم. تبریک باشه پیلوت. زنده باشی استاد. تبریک باشه. بسیار زیاد تشکر استاد. استاد چلا رو چطور کنیم؟ به ما بتیشان. کاکالی هان اگر شما مناسب میبینین چلایشون بپوشانیم تا رسما نامزاد شون. به ما بته. تا آخر عمر من میگم اما تو خوش و خوشبخت باشین.
به جایی رسیدیم که بزرگترین بازی را برام اندازیم سارب. از این بابات هیچ چیزه مثل سابق نمیمانه. تو حالی از اینجا برو. باز وقتی که زنگ زدم بیا و مرا بگی. درست است. بیادر باورم نمیشه. به خدا باورم نمیشه. به قرآن باورم نمیشه. های حالی چله نامزدی ما و دویگوز ها؟ بله پیلوت، میتونی باور کنی این چله نامزدی شماست و امیدوار هستم تا آخر عمر در کلکتان باشه. زنده باشی استاد. امیدوار هستم تا آخر عمری تار در دستتان نمونه. میمانم بچیم چی گپ است دیگه؟ در ضمنی تار نیست، فیته است. والا بسیار زیاد تشکر استاد. اگه تو نمی بودی اعتبار آقا علیحانه به دست آوردن نمیتونستیم. ما فقط کمک شدم راه درسته پیدا کنی پیلوت. ادامه دادن به او راه تصمیم خودت بود. زنده باشی استاد. بیادری کردی حقت ادا نمیتونم. استغفر الله. خب مام دیگه میرم. شب خوش. شب شما خوش. بیا که ما تو هم بریم. در این وقت شوکی است که مزاحمت میکنم. بله. ها سلام پیلوت. لعنتی تو چطور از زندان آزاد شدی؟ ها؟ تو را چطور آزاد کردن احمق؟ اگه واقعا میخوایی بفهمی که پدرت ارنیکورکی کشته پیلوت، به آدرسی که روان میکنم بیا. چی شده پیلوت؟ چیزی نشده. کی زنگ زده بود؟ من باید برم. ای پیلوت چی شده بیادر؟ یک چیزی خوب بگو. های سعیس بدت گپ دراز نکن. چی گله با امیدی پیلوت؟ اویگار خوش آمدی پیلوت. بشنو برای چی میگم. گپ دراز نمیکنم. درباره پدرم هر چی میفهمی برام بگو. اگه برام دروغ بگویی قسم میخورم اینم اینجا توتیت میکنم. تو را از بین خواد بردم. گپ فهمیدی؟ دروغ نیست. کلی چیز فهمیدم. حتی از اینکه پدرت به کدام دلیل کشته شده ایران فهمیدم پیلوت. اگه میخوایی که اول برات دلیلش بگویم. ببین تا هنوز هم لوده گپ ناق میزنه. ببین مرا تیر از او دلیل ملیلی که برام میگی. فقط نام قاتل پدرم برام بگو اویگار نامشه. درست است. در صورت که اتو میخوایی میگم. قاتل پدرت علی است. علی هروغلو. بله یعقوب. چیزی را که میخواستی تحقیق کردم. نامایی را که آقا کرد برداده و هیچ کدام مشکل دیده نمیشه. اما چی؟ شاید حق و جانب باشی که سر آقا کرد مشکوک شد، چون که یک نفر درباره ارنیکو کل چیزا را پاک کرده. آی من اینو درک نمیکنم از اینکه اویگار بیگناه باشه. چطور اینو شما باور میتونین؟ چطور سر علی باور میکنی ها؟ کرکرانه سرش باور میکنی؟
تو کجا میری؟ سیفتا! سعید همیالا میایم. علی علی پدر